به نام خدا. سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو من قراره بهتون برنامه‌ای رو معرفی بکنم که شما میتونید با استفاده از این برنامه از کیبوردتون به عنوان دسته بازی استفاده بکنید. این برنامه میتونه به صورت همزمان از 4 تا کیبورد پشتیبانی کنه که شما میتونید یعنی تا 4 تا کیبورد رو به کامپیوترتون وصل کنید و از هر کدوم به عنوان یک دسته بازی استفاده بکنید. و یا اینکه از یک کیبورد به صورت اسپلیت استفاده بکنید و به جای 2 تا دسته بازی از یک کیبورد استفاده بکنید. البته اینا میگم که شما فقط میتونید داخل بازی‌هایی که حالا چرخش دوربین ندارن میتونید از این روش استفاده بکنید، مثل داخل بازی‌های ریسینگ، بازی‌های دو بعدی و یا حالا بازی‌های فوتبال میتونید. و عملاً شما با کیبورد نمیتونید چرخش دوربین رو انجام بدید و نمیتونید از این روش استفاده کنید. خب حالا برنامه‌ای که ما قرار برای این کار استفاده بکنیم برنامه کیبورد اسپلیتر هستش که شما باید قبل از نصب این برنامه این پیش نیازهاش رو نصب بکنید که من لینک دانلود پیش نیازها و کیبورد اسپلیتر رو تو کپشن براتون گذاشتم، میتونید از اون طریق دانلود بکنید. حالا اول از همه بریم برای نصب پیش نیازها میایم اینجا و ما 3 تا پیش نیاز اینجا داریم. حالا به ترتیب میایم این پیش نیازها رو نصب کنیم. اول از همه باید دایرکت ایکس 9 رو نصب کنیم که اینجا برنامه‌اش هست. به این صورت روش کلیک میکنیم و بعد از اینجا یس رو میزنیم. خب حالا شما قبل از اینکه برنامه رو نصب کنید باید محل نصب رو از قبل تعیین کرده باشید که یعنی باید شما یک پوشه رو قبل از نصب برنامه ایجاد بکنید و بعد داخل اون پوشه این برنامه رو اکسترکت بکنید که من اینجا داخل دسکتاپ اومدم و داخل همین نیو فولدر دومون و پوشه دایرکت ایکس 9 رو از قبل باز کردم و اون رو انتخاب میکنم و اوکی رو به این صورت میزنیم و دوباره اوکی رو میزنیم تا داخل اون پوشه فایل ها رو اکسترکت بکنه. و حالا بعد از اینکه فایل ها رو اکسترکت کرد میایم بیرون و وارد همون پوشه‌ای که درست کردیم میشیم و از اینجا ستاپ رو میزنیم و دایرکت ایکس رو نصب میکنیم و صبر میکنیم که نصب بشه. خب این اولین پیش نیاز برنامه بود که به این صورت نصبش کردیم. حالا بریم برای پیش نیاز بعدی که اینجا ما باید این ویژوال استودیو 2013 رو نصب بکنیم که حالا چون من از قبل نصب کردم دیگه نیازی به نصب نداره ولی شما دوباره اینو به همین صورت میایید و این نکست رو میزنید و نصبش میکنید. من از این خارج میشم و پیش نیاز سوممون هم این برنامه X360 اکسسوریز هست که این پیش نیاز رو هم شما باید به صورت جداگانه دانلود بکنید که لینکش رو به صورت جداگانه واسهتون گذاشتم و میتونید دانلود بکنید. حالا این رو هم به این صورت روش میزنید و نصب میکنید. حالا چون من قبلا اینو نصب کردم دوباره بهم هشدار میده که از قبل نصب شده. ولی وقتی شما نصبش کردید دوباره با چند تا نکست کردن به راحتی نصب میشه و بعد از اینکه اینو نصب کردیم آماده میشیم برای نصب برنامه اصلی. حالا بعد از اینکه هر سه تا این پیش نیازها رو نصب کردید میریم و برنامه اصلی که همون کیبورد اسپلیتر هست رو نصب میکنیم که میایم روی فایل نصبش به این صورت کلیک میکنیم و اینجا از ما اجازه درخواست نصب درایو ها رو میده که اینجا ما یس رو میزنیم و به همین صورت نصب میشه و اوکی رو میزنیم. فقط بعد از این تمامی این پیش نیازها و این کیبورد اسپلیتر رو نصب کردید حتما کامپیوتر رو یک بار ریستارت بکنید تا تمامی درایو ها به صورت کامل نصب بشه و بعد از اینکه کامپیوتر ریستارت شد دوباره میاد روی همین برنامه کیبورد اسپلیتر میزنید تا برنامه اجرا بشه. خب بعد از اینکه حالا برنامه اجرا کردید با همچین صفحه مواجه میشید. بخش اصلی برنامه که همین 4 تا قسمت هست به ما میگه که حالا شما چند تا کیبورد به کامپیوتر وصل کردید و با چند تا کیبورد میخواید با این برنامه کار بکنید و به ازای هر کیبوردی که به کامپیوتر وصله یکی از این اسلات ها رو براش کنار میذارید. و چون حالا من یک کیبورد وصل کردم این 2 تا کیبورد بعدی رو به این صورت رو گزینه نانشون میزنید تا حذف بشن و چون من قرار از یک کیبورد به جای 2 تا حالا دسته استفاده بکنم این 2 تا استرات رو میذارم و میمونه. حالا اگه به عنوان مثال شما بخواید از 2 تا کیبورد جداگانه استفاده بکنید اینجا وقتی این کیبورد یک رو انتخاب کردید روی این گزینه کنارش میزنید و روی اون کیبوردی که میخواید به عنوان کیبورد اصلی انتخاب بشه یکی از کلیدهاش رو به صورت رندوم میزنید تا اون کیبوردتون به عنوان کیبورد یک انتخاب بشه و ست بشه و برای ست کردن کیبورد بعدیتون هم دوباره به همین صورت این کیبورد 2 رو اینجا انتخاب میکنید و اینجا دوباره این گزینه رو میزنید و روی کیبورد دومتون هم یکی از کلیدهاش رو میزنید تا
کیبورد دومتون هم روی این کیبورد دو ست بشه و آماده استفاده بشه. و روی دو تا کیبورد بعدی حالا اگه داشته باشید و 4 تا کیبورد باشه همین روش رو انجام میدید تا تمام کیبورداتون ست بشه و آماده استفاده بشه. که حالا اینجا چون من کیبورد دوم ندارم اینجا کنسل رو میزنم. حالا برای اینکه ما از یک کیبورد به جای 2 تا دسته استفاده بکنیم باید هر دو تای این کیبوردها روی کیبورد یک قرار بدیم که یعنی میخوایم از یک کیبورد استفاده بکنیم و چون حالا از موس هم قرار است استفاده بکنیم این دو تا رو هم روی نان قرار میدیم و حالا اون کانفیگ ها و پریست هایی رو که من خودم واسهتون آماده کردم رو میاد از بخش پریست به این صورت انتخاب میکنید که همین اولیش پلیر یکه و این دومی رو هم روی پلیر 2 قرار میدید تا سمت چپ کیبورد برای پلیر 1 باشه و سمت راست کیبورد هم برای پلیر 2 تنظیم بشه. و من دکمه ها رو جوری تنظیم کردم که دست هر دو تا بازیکن به خوبی روی کیبورد بشینه و حالا خیلی بازی کردن با یک کیبورد برای 2 نفر سخت نباشه. و هم که من دکمه های پلیر 2 که هم تو سمت راست کیبورد قرار داره از بخش نامپد و یا همون کلیدهای ماشین حساب استفاده کردم. ولی خب حالا اگه کیبورد شما دکمه های حالا ماشین حساب رو نداره خودتون دوباره میتونید از همینجا دوباره واسه هر اون دکمه‌ای که اینجا نوشته یه دکمه جدید ست بکنید و حالا هر دکمه دیگه هم که حالا باز خوشتون نیومد و دیدید که حالا جاش مناسب نیست به راحتی میتونید از همین بخش همه اون دکمه ها رو عوض بکنید و دوباره تنظیمشون بکنید. و دقت بکنید چون از اونجایی که حالا این پریست ها و کانفیگ ها رو خودم آماده کردم توی برنامه دیفالت اینا وجود نداره و شما باید از طریق همون لینک که داخل دیسکریپشن واسه گذاشتم برنامه رو دانلود بکنید تا به این دوتا کانفیگ هم دسترسی داشته باشید. خب حالا بعد از اینکه کیبورد ها رو ست کردید و تنظیماتشون رو انجام دادید برای اجرای این برنامه شما فقط کافی که اینجا استارت رو بزنید تا برنامه اجرا بشه. فقط دقت بکنید بعد از اینکه برنامه اجرا شد چون ما اینجا این گزینه بلاک کیبورد رو فعال گذاشتیم دیگه از اون به بعد دیگه کیبورد فقط به عنوان دسته استفاده میشه و هیچ کدوم از کلیدهای دیگه کیبورد دیگه قابل استفاده نیست. و حالا اگه بخواید از همین حالت بلاک کیبورد هم در بیاد هم میتونید از اینجا غیر فعالش بکنید و یا اینکه کلید کنترل سمت چپ رو 5 بار پشت سر هم فشار بدید تا دوباره این از حالت بلاک کیبورد در بیاد. و حالا اگه بخواید کارکرد دکمه ها رو هم تست بکنید و ببینید که به درستی کار میکنن بعد از اینکه استارت رو زدید از بخش کنترل اس میاد و این تکست ایکس اینپوت رو میزنید تا اینجا اون دکمه رو تست بکنید. همونطور که میبینید الان هر دو تا دسته که الان انتخاب کردیم به صورت همزمان کار میکنن و شما میتونید از همین دکمه داخل بازی استفاده بکنید. و در آخر بعد از اینکه تمام این کار رو انجام دادید حتما یادتون باشه که برنامه رو نبندید چون اگه برنامه رو ببندید دوباره تنظیمات غیر فعال میشه و دیگه دوباره کار نمیکنه. پس بعد از اینکه دکمه استارت رو زدید حتما برنامه رو بذارید باز بمونه و نبندینش و به همین صورت بازیتون رو باز میکنید و بازی میکنید. و برای غیر فعال کردن برنامه هم استاپ رو میزنید تا برنامه غیر فعال بشه و دوباره بتونید از کیبوردتون به عنوان کیبورد معمولی استفاده بکنید. و در آخر امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. لطفا اگه این ویدیو به دردتون خورد حتما کانال منو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه و یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.